بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران، دوستداران کلام الله منان قرآن کریم. امیدوارم هر کجا که هستید هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال و تلاوت قرآن کریم زیباتر از لحظات گذشته آن سپری گردند. در برنامه آموزش روحانی قرآن کریم همچنان با شما عزیزان همراه هستیم در بررسی تلاوت سوره های پایانی کلام الله مجید، سوره هایی که بیشتر عزیزان در تلاوت نمازشون استفاده میکنن و بسیاری از شما عزیزان میدارم که سوره ها رو حفظ هستید، اما باز هم برای اینکه مطمئن بشیم از حسن تلاوتمون این سوره ها رو به همراه شما عزیزان مرور میکنیم. علاوه بر اینکه یک از اهداف دیگر ما این هست که تا بتونیم نحوه تلاوت صحیح این آیات رو یاد بگیریم که طبیعتاً در خواندن آیات دیگر از کلام الله مجید در هر صفحه‌ای به ما کمک خواهد کرد و بعد از اینکه یاد گرفتیم به دیگران یاد بدیم. این بسیار مهم هست که ما خودمون یاد بگیریم و یاد بگیریم که چگونه به دیگران یاد بدیم تا مصداق این حدیث شریف رسول صلی الله علیه و سلم قرار بگیریم که بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. در بررسی سوره های پایانی کلام الله مجید تا سوره ماعون به همراه شما عزیزان در برنامه گذشته پیش آمدیم، از آخر مصحف شریف شروع کردیم و در این برنامه سوره مالکه قریش رو به همراه شما عزیزان آغاز خواهیم کرد. عزیزانی که بیننده برنامه از تلویزیون هستند، اگر توانایی دارید این برنامه ها رو ضبط کنید و بعد از اینکه برنامه تمام شد دوباره تکرارش رو ببینید و باز هم ببینید و دقت بکنید روی نکاتی که گفته میشه و قواعدی که گفته میشه. ما شاید مجبور بشیم بعضی قواعد رو سریع گذرا رد بشیم. شما این قواعد رو یادداشت بکنید، حفظ بکنید و تمرین بکنید. عزیزانی که از راههای دیگر بیننده برنامه هستند، این برنامه رو بارها و بارها با تکرار و برنامه‌های گذشته رو، همین برنامه‌هایی که ما در این دوره داشتیم به همراه شما عزیزان با دقت و تکرار مشاهده بکنید تا هر سوالی که دارید برای شما در این باب حل بشه. سوره مبارکه قریش رو به همراه شما عزیزان آغاز می‌کنیم. سوره مبارکه قریش در ابتدای هر تلاوت به فرموده الله متعال فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هر وقت قرآن می‌خوانید اعوذ بالله بگید، بالله تعالی پناه ببرید. ما هم با اعوذ بالله تلاوتمون رو آغاز می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لام کسره داره، همزه‌ای بعدش داریم که اون هم کسره داره. اینجا دو تا کسره پشت سر هم. کسره علامتی است که زیر حرف قرار میگیره و صدای ا میگیره هر جا که حرفی کسره داشت. ل ا. اما چون بعد از این کسره یا آمده، این حرف یا، چون بعد از کسره حرف یا آمده، هر وقت بعد از کسره حرف یا میاد آن کسره تقویت میشه و صدای ای میگیره. اینجا نگه نمیشه ل ا، میشه ل ای. ل ای. لام فتحه داره، فتحه روی هر حرف قرار بگیره صدای ا میگیره. اما همون گونه‌ای که وقتی کسره بعدش یا آمد که یا از جنس کسره است، حرفی است که هم جنس این حرکت تقویت کرد او رو صدای ای گرفت، اگر بعد از فتحه الف آمد، حرف الف، حالا چه به این شکل نوشته بشه چه کامل نوشته بشه، چون الف هم جنس فتحه هست فتحه رو تقویت میکنه، دیگه ا نمیشه، دیگه میشه آ. ل ای لا، اینجا میشه لا. این لام فتحه گرفته بعدش الف و میدانید حتما که حروفی که فتحه میگیرن بعدشون الف میاد، اگر 8 حرف صاد، واد، تا، ظا، غین و قاف و خا و را باشن پر خوانده میشن. آشون پر خوانده میشه، سا، وا، خا، دهان به سمت بالا باز میشه. اما غیر این حروف پر نمیشن. لام از اون حروف نیست، فتحه گرفته بعدش الف آمده، آ میگیره اما پر نمیشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نمیگیم ل ای لا، میگیم ل ای ل. اگر پر میخوانیم میشد لا، اما که الان که باریک میخوانیم میشه ل. ببینید فرقش چیه؟ لا ل، انگار که به این طرف و این طرف دهان باز میشه ل، اما ل ای لا به سمت بالا باز میشه. ل ای ل ف، ل ای ل ف. قو رای، رای، این علامت ساکن اسمش
روی هر حرفی قرار بگیره خودش حرکت نداره، کمک میخواد، از ما قبل کمک میگیره، آخرین حرکت ما قبل میچسبه به اون. رای، رای. شن، دو تا تنوین، این ببخشید دو تا کسره، دو تا کسره کنار هم، یا دو تا فتحه و یا دو تا ضمه رو ما بهش میگیم تنوین، که در اصل این گونه بوده که این شین یک کسره داشته خودش ش بوده، یک نون ساکن اینجا بوده، ما اون رو به خاطر اینکه راحت تر نوشته بشه، نوشتمون ساده تر باشه، شلوغ نشه، حذفش کردیم. برای اینکه چیزی داشته باشیم تا دلالت بکنه بر حذف آن نون ساکن، یک کسره دیگه هم اینجا اضافه کردیم. این در اصل یک شین کسره دار بود ش، یک نون ساکن هم بوده شن بوده، که الان این کسره دوم دلالت بر حذف اون نون ساکن میکنه. به همین خاطر همیشه وقتی که این رو می‌نویسیم اگر بخوایم بخونیم قرعی شن میخونیم، قرعی شن. اما اینجا چون آخر آیه است، یه قاعده ما داریم، همیشه وقتی که میخوایم آخر آیه بایستیم و نفس بگیریم، حرف آخر باید ساکن باشه. این حرف آخر باید هیچ علامتی نداشته باشه، هیچ حرکتی نداشته باشه. الان اگر بخوایم اینجا رو ساکن بکنیم چی میشه؟ شین رو ساکن فرض کنید، یا هم ساکن، شین هم ساکن. چطور میخونیم دو تا ساکن رو با هم؟ این چی میشه؟ قرعی. تا اینجا که آسونه، فقط این شین ساکن رو چطور دوباره تلفظ کنیم وقتی قبلش هم ساکنه؟ قریش، قریش. دقت کنید، قریش، قریش. شین یک صدای ازش میاد اما حرکت نداره. الان من به شین حرکت ندادم، نگفتم قریشه یا قریشه یا قریشو، قریش. فقط شنونده متوجه میشه که یک صدای شینی آمد. قریش، لإیلاف قریش. بعد از اینکه یا رو تلفظ میکنم، قری، یک صدای باریکه رائحه شینی هم خارج میشه. قریش. این وقتی است که ما اینجا توقف بکنیم، بخوایم نفس بگیریم. اما اگر بخوایم ادامه بدیم، قریشن میشه. لإیلاف قریشن. اینجا میشه قریشن. تنوین اگه ادامه بدیم اینجا چی میشه؟ قریشن. یک تنوین داریم، بعدش چی میشه؟ بعدش همزه آمده. تنوین یا نون ساکن، هر وقت تنوین یا نون ساکن داریم ما 4 تا قانون اجرا میشه بعدش. اگر بخوایم نون ساکن آمد یا تنوین آمد، بعدش بعد ببینیم چی هست. همیشه اینو مد نظر داشته باشید، تنوین یا نون ساکن هر جا دیدید بلا استثناء، چه آخر آیه که بخواید ادامه بدید مثل اینجا، اگر بخوایم ادامه بدیم، یا وسط آیه، تنوین یا نون ساکن اگه آمد بعدش رو نگاه میکنیم. اگر بعدش حرف ب آمد، به جای تنوین یا نون ساکن میم تلفظ میکنیم. این قانون رو ما بهش میگیم اقلاب، تبدیل شدن میم نون به میم. اگر بعدش تنوین یا نون ساکن حرف یا، را، میم، لام، واو و نون آمد که سر هم نوشته میشه یرملون، نون ساکن تبدیل میشه به حرف بعدیش. این قاعده رو ما بهش میگیم ادغام، یعنی داخل شدن یک حرف در حرف دیگه. قاعده سوم، اگر بعد از نون ساکن و تنوین یک از 6 حرفی که از حلق ادا میشن آمد که همزه و ها، عین و ها و غین و خا هستند، نون ساکن همونطوری که هست تلفظ میشه از مخرج خودش. این قاعده رو بهش میگیم اظهار، چون نون ساکن ظاهر میشه همونطوری که هست. قاعده چهارم، اگر نه بعد از نون ساکن ب بود که تبدیل بشه به میم، و نه حروف یرملون بود که تبدیل بشه به حرف بعدش، و نه حروف حلقی بود که از مخرج خودش ادا بشه، آن موقع نون ساکن اخفا میشه، از بینی ادا میشه، مقداری صدا در بینی گیر میکنه و اونجا تلفظ میشه. در مثال ها متوجه خواهیم شد. الان در این مثال از این 4 تا قانون کدوم اجرا میشه؟ اگر بخوایم ادامه بدیم آیه، اگر بخوایم توقف بکنیم که اصلا هیچ دیگه، شین ساکن میشه، رد میشه. اما اگر بخوایم ادامه بدیم، لإیلاف قریشن، تنوین بعدش همزه اومده، حروف حلقی است، نون از مخرج خودش ادا میشه، این نون ساکن رو بعد ادا کنیم اگر بخوایم ادامه بدیم. میشه چی؟ لإیلاف قریش ایلافهم، همزه بعدش یا آمده، این یاست. این شکل برای عزیزانی که اگر یک مقداری براشون عجیب هست، این یا هست، یا به این شکل هم نوشته میشه. همزه کسره داره، بعدش یا آمده، کسره بعدش یا صدای ای میگیره، ای. فتحه بعدش الف صدای آ میگیره، لا ایلا ف. این ایلاف همین کلمه ایلافی است که اینجاست. ببینیم ایلاف همینه، این ایلافی است که اینجاست. اینجا یاش نوشته شد به اون شکل، اینجا به این شکل نوشته شد، هر دو تاش نوشته میشه. ایلا فهم، ایلا فهم، فهم. ایلا لام پر نمیشه، ایلا فهم، ایلا فهم
رح هی به همراه حرکت ما قبل خوانده میشه. رح ل ت. این هی که 2 تا نقطه روش هست بهش میگن تا در عربی، تای تانیث، و با صدای ت خونده میشه. رحلت. این الف وصل اسمش، الفی که روش یک صاد داره اسمش الف وصل هست. در هنگام وصل ما قبلش به ما بعدش خوانده نمیشه. اما اگر خودش تنها در ابتدای آیه اومد مثل مثال پایین، مثل اینجا، این موقع خوانده میشه. اما در مابین ما قبل و ما بعدش خوانده نمیشه. اینجا هم وقتی در ابتدای آیه میاد، اگر ما قبل آیه قبل رو بچسبونیم با آیه بعد، اینجا باز خوانده نمیشه. این الف همیشه در هنگام وصل ما قبل ما بعد خوانده نمیشه. لام اینجا خوانده نمیشه. چرا؟ 4 حرف واو، الف، لام و یا که اگر سر هم نوشته بشن میشن والی، اگر در مصحف شریفی هیچ علامتی روی اونها و یا زیر اونها نبود، مثل لام که اینجا هیچ علامتی بالا یا پایینش نیست، خوانده نمیشن. فقط همین 4 حرفن، واو، الف، لام، یا، که نوشته میشن والی سر هم. اینجا شین تشدید داره، نیاز داره به آخرین، نیاز داره به حرکتی ما قبلش. شین تشدید داره. تشدید یعنی چی؟ یعنی این 2 تا شین بوده، یک شین کسردار، یک شین ساکنی اولش بوده که ما برای ساده تر نوشته شدن حذفش کردیم، به جاش تشدید گذاشتیم. خلاصه صحبت تشدید این است که هر جا تشدید دیدیم برای خواندن تشدید یک بار از آخرین حرکت ما قبل کمک میگیریم، یک بار با حرکت خودش میخونیم. 2 بار خونده میشه. حرفی که تشدید داره 2 بار خوانده میشه، چون در اصل 2 تا بوده، یکی ساکن، یکی با حرکتی که الان هست. شین نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، لام حرکت نداره، الف هم نداره، ت فتحه داره، ت میچسبه بشین. تش یک بار به همراه ت خونده میشه. تش یک بار با کسره خودش. ش تش ش. رحلتش ش. ت فتحه داره، بعدش الف صدای آ میگیره، پر هم نمیشه. تا این علامت مد روی الف، واو و یا قرار میگیره، روی یکی از این 3 حرف قرار میگیره. هر جا این علامت رو دیدیم، آن الف و یا واو و یایی که روی اون علامت هست باید کشیده بشه. کش میاد. مد یعنی کشیده شدن، بیشتر از حد ممکن، بیشتر از حد طبیعی. و 3 تا انگشت وقتی در حالت عادی بسته میشن باید طول بکشه. این رحلت الشتاء، این مد یعنی این. رحلت الشتاء، نمیگیم میشه تا پر نمیخونیم، باریک میخونیم اولا، دوما مد میکنیم. رحلت الشتاء وص، اینجا مالف خوانده نمیشه، لام هم خوانده نمیشه، واو میچسبه به صاد. والصیف، والصیف، والصیف. اگر اینجا توقف بکنیم، چون آخر آیه است، الان دیگه این آخر آیه است، میشه والصیف. 2 تا ساکن پشت سر هم هست، اما بازم مثل قریش در آیه قبلی اینجا میشه که چیکار کن؟ صدا رو ظاهر کرد. در این سوره مبارکه همه آیات 2 تا ساکن پشت سر هم میاد. ویژگی که این سوره داره، اینجا هم وقتی ساکن بکنیم قریش رو، یک ساکن با ساکن میشه قریش. اینجا هم با صیف، یک ساکن صیف. فقط مقداری صدای ف رو خارج میکنیم، کسره و فتحه و ضمه بهش نمیدیم. و صیف. این آخر آیات 2 تا آیه بعدم به این شکل ساکن میاد. بریم آیه بعدی. ف، مقداری من تصویری بیارم بالاتر برای شما. فل یا بو دو، ضمه بعدش باب صدای او میگیره. فل یا بو دو. این الف که علامت 0 روش هست نوشته میشه، اما هیچ وقت خوانده نمیشه. هیچ وقت خوانده نمیشه. این الفی که علامت 0 روش هست. یک الف دیگه ما داریم که علامت بیضی شکلی روش هست. این 0 اون بیضی شکل روی مثلا کلمه انا میبینیم میشه. اون الف در هنگام توقف خوانده میشه، اما در هنگام وصل خوانده نمیشه. اما این الف هیچ وقت خوانده نمیشه، چه توقف بکنیم چه ادامه بدیم. فلیعبدو رب. فتحه بعدش الف صدای آ اما پر نمیشه. ها ذا، این هاذاست به تنهایی، اینم فتحه بعدش الف صدای آ میگیره. ها ذا. این الف در هنگام وصل خوانده نمیشه. لام ساکنه، نیاز داره به آخرین حرکت ما قبل. الف حرکت نداره، این الف هم حرکت نداره. ذال فتحه داره، باید بچسبه به لام، میشه ها ذل. اینجا دیگه نمیشه ها ذا. چرا؟ چون شکل کلمه بعد
در تلفظ کلمه قبلی تاثیر گذاشت. اگر این کلمه به تنهایی می بود میشد هذا، اما چون این کلمه لام الان نیاز داره به فتحه زال، دیگه زال مستقیم میچسبه به لام و این الف هیچ تأثیری ندارن، میشه هذل بیت. این ت اگر ادامه بدیم میشه بیت، اما اگر توقف کنیم آخر آیه، که مناسب تر هم این هست که توقف بکنیم آخر آیات، باید ساکن بشه. وقتی ساکن بشه بیت، الان یک ساکن قبلش هم داریم، این مقداری در دو تا ساکن که پشت سر هم قرار میگیره مقداری تلفظش سخت است، اما با تمرین حل میشه. بیت زیاد حرکت نباید بدیم، نشه بیت. اگر گفتیم بیت خب کسره بهش دادیم دیگه ساکن نشد. بیت یک فقط صدای ت ظاهر بشه، نشه بیت اینجوری نشه. بیت هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي. الف اینجا الف وصل در ابتدا آمد. مثال بالا الف وصل در مابین بود، ما قبلش با مابعدش میچسبید الف خوانده نمیشد، اما اینجا در ابتداست. الف وصل هر وقت در ابتدای آیه آمد نگاه میکنیم متصل بعدش چیه. اگر لام آمد، اگر بعدش حرف لام بود، چه آن لام خوانده بشه و یا نشه مهم نیست، الف فتحه میگیره. اینجا الف خودش حرکتی نداره، مجبوریم یک حرکتی بهش بدیم. چرا مجبوریم؟ چون بعدش تشدید داره، ما باید این تشدید رو یک جوری با حرکت ما قبلش بخوانیم، یا باید این آیه رو بچسبونیم به این آیه که اینطور بگیم رب هذا البيت الذي ت رو بچسبونیم به لام. اینو میشه، اشکالی نداره، اگه کسی بخواد این آیه رو به آیه بچسبونین الف خود به خود حذف میشه. اما اگر بخوایم اینجا از اول آیه شروع بکنیم مجبوریم الف رو حرکت بدیم. حرکت اگر بعدش لام آمد بهش فتحه میدیم. هر وقت الف وصل در ابتدای تلاوت بود و بعدش لام قرار گرفت بهش فتحه میدیم الذی. اما اگر الف وصل اول تلاوت بود بعدش لام نبود، نگاه میکنیم به اولین حرکت بعدش که کسره است یا فتحه است یا ضمه. اگه کسره بود بهش کسره میدیم، اگه ضمه بود بهش ضمه میدیم، اگه فتحه بود دیگه بهش فتحه نمیدیم، وقتی که بعدش لام نباشه باز هم بهش کسره میدیم. مثال هاش ان شاء الله که عزیزان متوجه خواهند شد. الذی اینجا مد روی یا آمد. مثال بالا مد روی الف آمده بود، اینجا روی یا آمد، اینجا هم باید بکشیم یا رو. الذی به اندازه بستن سه تا انگشت. الذی اعطا تا ساکن هست، اعطا. در حروف ساکن عزیزان دقت کنید که 5 حرف وقتی که حرف ها ساکن هستند، 5 حرف قاف تا با جیم دال، قاف تا با قاف تا با جیم دال که اگه سر هم نوشته بشن میشه قطب جد. این 5 حرف وقتی ساکن باشن و اونها رو به صورت ساکن تلفظ کنیم مقداری صدا میلرزه. اصل در ساکن اینه که صدا نباید بلرزه، باید حرکت نکنه، حرف اصلا نباید حرکت کنه، اما در این حروف مقداری صدا میلرزه. مثلا الان ببینیم اینجا نمیگیم میگیم اعطا، مقداری تا میلرزه. اعطا هم اطعم هم. میم اینجا علامتش رو نگذاشته شیخ عثمان تا، چرا؟ چون یک میم دیگه بعدش داره و این میمی که بعدش آمده چون تشدید داره خود به خود دیگه اون میم اولی حذف میشه، میچسبه به میم بعدی. مقداری تاثیربارتر داشته باشیم. اینجا این به جای این میم ما چون میم بعدی تشدید گرفته، 2 تا میم بوده، میم اول ساکن بوده، میم دوم کسره داشته، شیخ عثمان آمد خلاصه کرده میم دوم تشدید گذاشته تا مستقیم ما این ه رو بچسبونیم به میم و این میم اول رو دیگه نیازی نباشه که تلفظ کنیم. این ه میچسبه به میم میشه اطعمهم هم من. دوباره یک نون ساکن داریم. نون ساکن اینجا علامت ساکنش مخفی شده، چرا؟ چون بعدش جیم اومده. ما در ابتدای صحبتمون گفتیم که بعد از نون ساکن وقتی که نه حرف حلقی باشه، نه یرملون باشه، نه با باشه، موقع اخفا میشه، یعنی از بینی ادا میشه. به همین خاطر ساکنش رو هم مخفی کرده شیخ عثمان طاها. من جوع اینجا تلاوت اینجوری میشه، از بینی ادا میشه. من جو ضمه بعدش با صدای او، جو من جوعن. 2 تا کسره با هم تنوین تشکیل میدن، یک نون ساکن بوده اینجا،
یک عین بوده با کسره ا، یک نون ساکنی بوده حذف شده عین، بعد از نون ساکن واو آمده، از حروف یرملون ادغام میشه. یعنی به جای این نون ساکن کسره دوم که نماینده نون ساکن بود، به جای اینکه بگیم جوعن میگیم جوعو. به جای این نون ساکن بعد واو تلفظ کنیم، چون گفتیم هر وقت بعد از نون ساکن حروف یرملون یک از حروف یرملون بیاد که واو از اون حروف است، نون تبدیل میشه به حرف ما بعدش یعنی واو. الان ما در حالت عادی میشد جوعن، اما میشه الان جوعو. جوعو و یک واو ساکن یک واو فتحه دار. جوعو و فتحه بعدش الف صدای آ و آمنهم. آمنهم من. این میم میتونیم این میم رو در نظر نگیریم، کلا ه رو بچسبونیم به میم، یا تشدید این رو در نظر نگیریم، این رو ساکن در نظر بگیریم. مهم اینه که دو تا میم اینجا تلفظ میشه. این میم اولی رو در نظر نمیگیریم، ه میچسبه به میم. هم من. نون اینجا ساکنش ادا شد. اینجا نون ساکنش شکل ساکن نوشته شد. دقت کنید عزیزان روی این دو تا مثال. این نون اینجا ساکنش رو نوشته شیخ عثمان طاها، ولی اینجا ننوشته. اینجا این نون ساکنش ظاهر نشد. چرا؟ اینجا چون بعدش جیم آمده بود اخفا میشد. اینجا بعد از نون خ آمده. خ از حروف حلقی است. اینجا اظهار میشه. یعنی نون همون گونه که باید باشه باید خوانده بشه. به همین خاطر اینجا نون ساکنش ظاهر شده. یعنی اظهار میشه. اینجا نون رو ما از اونجوری همونجوری که هست ادا میکنیم. میگیم من خوف، من خوف. اما اینجا نمیگفتیم من جو، میگفتیم من جو. نون از بینی ادا میشد، مقداری هم روش توقف میشد، مخفی میشد. صدای نون در بینی ساکنش رو هم مخفی کرد شیخ عثمان طاها. من جو. اما اینجا نون مخفی نمیشه، اینجا ظاهره. من نمیگیم من خوف، نه، نون رو همونجوری که هست ادا میکنیم و سریع رد هم میشیم، روش وای نمیست. من خوف، خوفن بوده که این تنوین میمش به این خاطره که اگر بخوایم بچسبونیم به سوره بعد بسم الله، بعد از تنوین ب میاد، بعد از نون ساکن وقتی ب بیاد تبدیل میشه به میم. اما این وقت است که ما بخوایم بچسبونیم به سوره بعد. ما اینجا آخر آیه چون توقف میکنیم اصلا کلا این تنوین رو در نظر نمیگیریم و میم رو هم در نظر نمیگیریم، ساکن میشه خوف، خوف، خوف. یک بار این سوره رو با هم بخونیم از ابتدا. بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. اگر توقف بکنیم اینجا دیگه باز هم چون حرف آخر ساکن میشه. الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. نون این میم وقت تشدید داشته باشه و نون تشدید داره، میم تشدید داره، مقدار در هنگام تلفظشون صدا رو به بینی میاندازیم و توقف میکنیم، اینو بهش میگیم غنه. آمنهم، مقداری روش وای میستیم و صدا از بینی ادا میشه. آمنهم من خوف. این از سوره مبارکه قریش بود. بریم به سراغ سوره مبارکه فیل. و چون توضیحات رو من در سوره قریش کامل دادم دیگه سوره مبارکه فیل رو گذرا رد خواهیم شد. توضیحات رو من فقط اشاره میکنم. تصویر سوره مبارکه فیل رو با هم داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علم فتح، اینو همش فتحش علم. علم ترى ترى کیف، اینو همه ساکن میچسبه به ما قبلش، بقیه‌اش هم که فتح است. علم ترى کیف فعل فعل ربک ربک، تشدید به امر ما قبل خوانده میشه یک بار، رب یک بار با ضمه خودش، رب بوکا، ب اس ب اس ح، فتح بعدش آ، صدای ال، صدا فتح بعدش الف صدای آ میگیره اما پر نمیشه. ب اس ح ح ب، الف در هنگام وصل میفته، ب میچسبه به لام. اصحاب الفیل، اینجا لام در آخر ساکن میشه اگر بیستیم، اگر نایستادیم که کسرشو میخونیم.
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. دقت کنید، فیل لام حرکت پیدا نکنه، نشه فیل. بعضی از عزیزان این کار میکنن، فیل یک کسره بهش میدن، نه فیل. همین که روی لام وایس زبانتون رسید توقف کنید. اصحاب الفیل. علم لم فتحه میچسبه به کسره، فتحه میچسبه به ساکن، ببخشید. علم یج. جیم از اون 5 حرفی هست که گفتم وقتی ساکن باشه بعد مقداری در مخرج بلرزه. قاف، تا، با، جیم و دال. قطب جد رو به خاطر داشته باشید. اگه سر هم نوشته باشن میشه قطب جد. نمیگیم یج ال. دقت کنید الان لام باید همون جوری که هست نمیلرزونیم. فرق قلقله این 5 حرفی که من گفتم، قاف، تا، با، جیم، دال، وقتی ساکن باشن مقداری در مخرج صداشون میلرزه، میگیم قلقله میشن. اما لام اینطور نمیشه. الان فرق جیم و لام در چیه؟ جیم میشه یج ال. لام هیچ حرکتی نمیکنه، نمیگم ال نه ال. اما جیم اینطور نمیشه، یج نمیشه، یج مقداری میلرزه اما حرکت پیدا نکنه. یجعل. الم یجعل. میم هم اینجا حرکت نمیکنه، لم نمیگم لم نه، اما جیم الم یجعل. الم یجعل کی دهم. فی زمه کسر بعدش یا فی تضلیل. اگر ادامه بدیم که اینجا ساکن اگر باشیم، اگر آخر آیه بستیم میشه تضلیل. و اگر اینجا ادامه دادیم چون تنوین بعدش واو آمده، اینجا چه اتفاقی میفته؟ تنوین بعدش واو آمده، ادغام میشه، یعنی به جای تنوین واو تلفظ میشه فی تضلیل و ارسل. فی تضلیل و ارسل. اما اگر استادیم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرن. تنوین بعدش همزه آمده، اینجا حروف حلقی است، اظهار میشه. طیرن. نون همونجوری که هست ادا میشه. طیرن. ابا فتحه بعدش الف صدای آ اما پر نمیشه. ابا بیل ابابیل. و ارسل علیهم طیرا ابابیل. بریم خط بعدی. طر میهم به هجرتن. چون تنوین بعدش میم اومده تبدیل میشه به میم، ادغام میشه. به حجارت من. نون ساکن علامت ساکنش مخفی شده چون اخفا میشه، نه حروف یرملون بعدش، نه حلقی، نه با. من سجیل. فجعلهم کعصف. اینجا هم تنوین بعدش میم اومده، چی میشه؟ ادغام میشه، تنوین تبدیل میشه به حرف میم ما بعدش. کعصف. چون میم تشدید پیدا میکنیم مقداری غنه میکنیم، یعنی صدا رو در بینی نگه میداریم، روش توقف میکنیم. کعصف مأکول. اگه توقف بکنیم یک بار دیگه این سوره رو با هم دیگه تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم یجعل کیدهم فی تضلیل. و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. این هم از سوره مبارکه فیل بود که ممنوع عزیزان
در این برنامه و سوره مبارکه قریش رو تلاوت کردیم. ان شاءالله که عزیزان اگر سوالی در این دو تا سوره داشتن براشون حل شده باشه، حتما بیننده برنامه‌های بعدی ما هم باشید تا سوره های دیگری رو هم به همراه شما عزیزان تمرین می‌کنیم و مرور بکنیم و شبهات و سوال‌هایی که در اون سوره هم هست برای ما شما عزیزان حل بشه. تا برنامه بعد، الله یار و نگهدارتون.